این چت دیروزمونه که قرار شد امروز بیاد. الو کجایی؟ حاجی ما رسیدیم سر جاده. حاجی ایناش اومد. داستان از این قراره که من یه 2 هفته رو مغز خانوم رهی کار کردم برای یک پروژه خاص و قرار شد که بیاد اینجا همین امروز. سلام. در تابستانی گرم وانگهی دریا شود، خورشید خنک. آره میدونید محمدم ماراتونا به پیش. این چت دیروزمونه، ببینید. این چت دیروزمونه که قرار شد امروز بیاد. بگیرش. حاجی زنگ زد. الو کجایی؟ یه 10 دقیقه دیگه میرسم که دنباله. خب باشه منتظرت. اومدی یه زنگی بزن. همین الان به هم زنگ زد که 10 دقیقه دیگه میرسه و من باید برم سر جاده دنبالش. گربتو که نمیاری؟ نه اون چیه؟ تو این 10 دقیقه کارهای زیادی انجام دادم، مثل بچه ها میخوایم هسته زردالو بندازیم حیات همسایه. تا اینکه بالاخره رسیدیم سر جاده. حاجی بریم دنبالش. نه چوپون کسکش کیری تیکه تیکه میکنم. اونجا یکم دودل بودم که نکنه یه وقت رکب خورده باشیم، ولی حاجی ما رسیدیم سر جاده، منتظریم که بیاد. از این طرف میاد به این طرف و بله جناب خان حالا که آی کیرم تو گذر حاجی ایناش اومد. یو من. کسکش تو گوز کدوم چو و بعد این که رسید اومدیم خونمون همین الان. وای چقدر اتاقت خوشگله. وقتی رسید میخواستم باش ویدیو بگیرم، یهو از خواب پا شدم. این سبک جدیدی از ویدیوهامه که یک ویدیوی 4 دقیقه‌ای رو حجم سمی رو داخلش چپوندم و اسم این سبک ویدیو سم بوله که هر موقع داخل تایتل ویدیوم دیدی نوشتم سم بول، بیا بزن روش و بدون که ویدیو سم. به نظرت اگه کشک و برعکس کنی چی میشه؟